کاملا فرستاده میشه و میرزاپور با نوک انگشتان خودش تو راهی کرنر میکنه. اونجا یه برخورد هم به وجود میاد. ببینیم تصمیم داور چیست. جنگ روانی میخوان راه بندازن چینی ها. کارت قرمز رو میگیره ستاره زاره. باورش نمیشه ستاره زاره که به همین راحتی کارت قرمز رو در مقابل دیدگان خودش ببینه. منم که باورم نمیشم و نباید بچه ما اینقدر راحت اسیر شرایط مسابقه بشن. گریه داره میکنه ستاره زاره. علیرضا میاد بهش دل داره میده. چه فیلمی بازی کردیم. شاوجیایی نگاه کنید. درسته ستاره زاره ضربه رو بهش وارد آورد اما خیلی اغراق کرد. به حال تیم ما 10 نفره میشه. ستاره زاره در حالی که اشک میریزه از زمین بیرون